متاسفانه سالهای اخیر بعضی از رانندگان جوان چنین پایگاه یا سبقت را تشکیل کرده هم به جان خود و هم به جان دیگر اشتراکچیان حرکت در راه خطر ایجاد می نمودند. این گونه پایگاه ها را جوانان بیشتر شبانه مخصوصا در محله هایی که کامراهای نظارتی نصب نشده است تشکیل می کردند. بجز این بعضی رانندگان چنین عملها را در تویها نیز انجام میدادند و بجز ویران کردن قانون و قاعده حرکت در راه همزمان در چنین مکانها برای تمام دیگر اشتراکچیان خطر ایجاد میکردند. اخیراً از جانب پارلمان کشور به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در سمت راه نقلیات تغییرات وارد کرده شد و از این به بعد نسبت رانندگانی که در راههای کشور سبقت یا پایگاه تشکیل میکنند جوابگری نسبت این افراد پرزور کرده شد. طبق تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در سمت راه و نقلیات از این به بعد جوانانی که پایگاه‌های غیر رسمی تشکیل میکنند تا 15,000 سومانی جریمه می شوند. همزمان بجز این چنین رانندگان تا 2 سال از حق رانندگی محروم کرده می شوند. پرزور کردن جذاب برای پایگاه ها یا سبقت های خطرناکی در دوشنبه و دیگر مناطق جمهوری به نظر می رسید با پیشنهاد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است. با مقصد بلند برداشتن معرفت جوانان و نورسان در شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌های کشور، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و مجلس نمایندگان مجلس ملی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود که بگذار در آینده آن رانندگان خصوصا جوانان شهر و دیگر منطقه‌های کشور، خصوصا جوانان کشور که در راه‌های اتومبیلگرد جمهوری و پایگاهی که سبقت اتوماشین‌ها راه می‌دهند مجازات کرده شوند و از طرف مجلس نمایندگان مجلس ملی جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد پذیرفته شد و از این منبع آن رانندگانی که با چنین سبقت، یعنی که سبقت بین همدیگری اتوماشین‌ها راه می‌دهند از طرف مقامات کارهای داخلی با مجازات کشیده خواهند شد. سبب عامل‌های با چنین پیشنهاد رو آوردن وزارت کارهای داخلی از این است که در رفت گذراندن یک قطار ریدها و دیگر چوبین‌های پروفیلاکتیکی از جانب کارمندان ما معلوم گردید که بیشتر جوانان در راه‌های اتومبیلگرد در شاهراه‌ها خصوصا و در راه‌های شهر دوشنبه در وقت‌های شبانه به چنین سبقت‌ها راه می‌دهند و این باعثی در بسیار حالت باعث تلفات جانی هم گردیده است و این از معرفت پستی بعضی از رانندگان درک می‌دهد. طبق اطلاع رسمی همساله به جمهوری تاجیکستان ده‌ها هزار نقلیات ها مخصوصا ماشین های سبکرو وارد کرده می شود. به اطلاع مسئولین هرچند از سال 2016 به این جانب واردات ماشین به جمهوری تاجیکستان کمتر می شود، ولی بنا به معلومات خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2014 به کشور بیشتر از 88,000 ماشین وارد کرده شده بود. متاسفانه در سالهای اخیر شماره ماشین‌های کهنه و فرسوده نیز به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می‌شدند که هم وضع صدمناکی را در راه‌های جمهوری زیاد نموده، هم محیط اکولوژی کشور را ویران می‌کردند. اما این را به نظر گرفته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان واردات نقلیات‌های سال برآوریششان تا سال 2005 از 15 فوریه سال 2018 به حدود جمهوری تاجیکستان منع کرده شد. همان گونه‌ای که گفتیم با وارد کردن نقلیات‌های کهنه به حدود جمهوری صدها نقطه‌های تعمیر نقلیات در جمهوری ساخته شدند. در برنامه نوبتی سمت وضع و شرایط و فعالیت نقطه‌های تعمیر نقلیات را بررسی کردیم.
و در این برنامه از چندین نقطه‌های تعمیر نقلیات دیدن نمودیم. در هفته ثبت برنامه در اکثر نقطه‌های تعمیر نقلیات که ما بودیم، در بیشتر آنها نرخنامه برای خدمت‌رسانی نقلیات گذاشته نشده بود. بعضی دیگر از نقطه‌های تعمیر نقلیات اگرچه نرخنامه برای خدمت‌رسانی‌ها را در سمت تعمیر ماشین‌ها داشتند، ولی آنها را در جای‌های از چشم مزاجان یا مشتریان ناعیان نصب کرده بودند. این هم در حالی است که مسئولان اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگویند آنها پیش از دادن اجازه برای فعالیت به چنین نقطه‌ها آنها را موظف می‌کنند که برای هر گونه خدمت‌رسانی حتما نرخنامه‌ها را باید داشته باشند. در وقتی یعنی فعالیت کردن و فعالیت شروع نمودن نقطه‌های تعمیری واسطه نقلیات، آنها طبق یعنی قرارهای حکومت، قانون‌های جمهوری تاجیکستان، یعنی آنها از طرف مقامات‌های داخلدار، یعنی مقامات‌های اجازتنامه‌های خود را میگیرند و از طرف اگنتی تاجیکستان در برای یعنی جاوگو بودن ابیک و سطح خدمت‌رسانی‌شون کارهای شهادتنامه‌دهی گذارنده می‌شود. این هم باشد یعنی در اساس داشتن قرار حکومت، داشتن شهادتنامه انداز و داشتن خلاصه ضد سوختار، یعنی ناظر اگنتی تاجیکستان در رفته و معین میکند جاوگو بودن ابیک و سطح خدمت‌رسانی‌شون رو با آنها یعنی شهادتنامه خدمت‌رسانی داده می‌شود. در هفته ثبت برنامه ما مشاهده کردیم که در حالت نداشتن نرخنامه معین برای خدمت‌رسانی، نرخ‌های یک نقطه تعمیر نقلیات از نقطه‌های دیگر تفاوت زیاد داشتند. یعنی استوهای تامین کننده نقلیات نرخی را برای مشتریان پیشنهاد می‌کنند که نسبت خدمت‌رسانی انجام داده آنها خیلی گران میباشد. مثلا برای یک نمود خدمت‌رسانی یا عوض نمودن یگم قسم نقلیات در بعضی نقطه‌ها اگر از 30 تا 40 سومانی می‌پرسیدند، برای همین نوع خدمت‌رسانی در بعضی دیگر نقطه‌ها تا 100 سومانی طلب می‌کردند. یعنی چون نرخنامه معین موجود نبود، مزاجان هم دیگر نمی‌دانستند که نرخ یک چنین خدمت‌رسانی چقدر قیمت می‌تواند داشته باشد. مسئولان اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگویند هستند چنین صاحبکارانی که پشت منفعت‌های خود نرخنامه‌های خود را پنهان می‌کنند تا برای خدمت‌رسانی‌های نه آنقدر کلان از مزاجان پول بیشتر به دست بیارند. یکی از طلبات‌ها یعنی طلبات‌های قانون درباره سودا و خدمت‌رسانی معیشی این داشتن نرخنامه است. ما از اگنتی تاجیکستان در وقت دادن شهادتنامه این طلبات را حتمی طلب می‌نماید. یعنی که نقطه‌ای که به خدمت‌رسانی مشغول است حتما یعنی داشتن لباسکاری، داشتن نرخنامه. نیکی متاسفانه بعضی از آن نقطه‌های خدمت‌رسانی بعدی کارهای شهادتنامه‌دهی گذراندن آنها یعنی اما نرخنامه خود را پنهان می‌کنند. این در بعضی نقطه‌های خدمت‌رسانی مشاهده می‌شود. ما برای همین سبب از طرف رهبریت اگنتی تاجیکستان در نظارت جمعیتی برآورده شده است که یعنی هر یک شهروند، هر یک استعمال کننده یعنی از ناراضی بودن سطح و صفت خدمت‌رسانی میتواند به طریق فیسبوک، اینستاگرام، وایبر به اگنتی تاجیکستان در مراجعت کنند و اگنتی تاجیکستان در دایره صلاحیت‌های خود یعنی چوره‌های مشخص اندیشیده و یعنی عریضه شهروند جواب‌های مشخص می‌گرداند. همزمان در دوام ثبت برنامه معلوم شد که بعضی از نقطه‌های تامین کننده نقلیات در نواحی کشور به یگان طلبات سانیتری و بخطری از سوختار و اکولوژی جوابگوی نمی‌باشند. بعضی‌ها حتی خانه‌های استقامتی خود را به نقطه تعمیر نقلیات تبدیل داده به این نمود فعالیت دست می‌زنند. از نماینده اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پرسیدیم که نسبت این افراد چه چاره‌ها دیده می‌شود و آیا آنها حجت‌های ضروری را برای این نوع خدمت‌رسانی گرفتند یا نه.
با ادعای مسئولان اگنتی تاجیک استاندارد پیش از گرفتن حجت فعالیت با چنین صاحبکاران حکومت‌های محل باید بدانند که در کدام شرایط چنین صاحبکاران با خدمت رسانی مشغول می‌شوند و بعداً برای آنها اجازه فعالیت بدهند. در همین حال مسئولان میگویند اگر مزاجان یا مشتریان از چنین خدمت رسانی‌ها شکایت دارند می‌توانند با اگنتی تاجیک استاندارد طریق خطی یا طریق اینترنتی مراجعه نمایند. خدمترسانی که به تعمیر وسیله نقلیات مشغول میشوند، هر یک کارخانه یا این شرکت نوابسته در کجا، پیش از حجت گذاری آنها یعنی از طرف حکومت‌های محلی یعنی قرارهای خود را میگیرند که در کجا فعالیت را آغاز نمایند. بعد فعالیت آغاز کردن یعنی دیگر مقامات‌های داخلدار یعنی مثلا تاجیکستان رفته کارهای شهادتنامه‌دهی میگذارند. در همون حالت یعنی سطح و صفت خدمترسانی آنها رو دیده، حالت‌های حجت‌های معیاری و تکنولوژی رو دیده، یعنی کارهای شهادتنامه‌دهی میگذارند. در حالت مراجعت کردن شهروندان نوابسته به طریق خطی یا اینکه فیسبوک یا اینکه وایبر نسبت آنها طبق خیلی قید کردیم در تاجیکستان در دایره صلاحیت‌های خود یعنی چاره‌های مشخص می‌اندیشد. چنین نقطه‌های زمانوی و دارای تمام شرایط‌های ضروری در حدود شهر دوشنبه به نظر می‌رسید. مسئولان چنین نقطه‌ها کوشش کردند که برای در سطح زمانوی انجام دادن هر گونه خدمت رسانی‌ها در ساحه نقلیات شرایط‌های خوب را فراهم بیارند. در چنین نقطه‌ها به جز داشتن نرخنامه‌ها و سر و لباس یگانه کارمندان، همزمان به خردترین جزئیات‌ها دقت مخصوص داده شده بود. نرخنامه کارها است. شرایط مثلا اوید به نخراجیدن ماشینو همه کارگرها با فرما تامین کرده شده است. بعد سطح کارگرها رو همه وقت حرکت میکنیم که بلند کنیم، خونونیم برای کفالت اشیای مال و مزاجون. ما حرکت میکنیم که مزاجون بگونه عموما مزاجون در نقطه تعمیر اشتراک نکنند. همه وقت در جای نشست داریم برای مزاجون که از اونجا میتونم با طریق کامera با طریق تلویزیون تماشا کنم. در رفت ثبت برنامه معلوم شد که در بعضی نقطه‌های تامین کننده نقلیات‌ها شرایط‌ها مهیا کرده شدند و رانندگان میتوانند در نقطه‌های مخصوص نشسته تعمیر ماشین‌های خود را طریق کامراها نظارت کنند. همان گونه‌ای که یادآور شدیم نداشتن نرخنامه برای هر نمود خدمت رسانی میتواند بر ضرر مزاج یا مشتری باشد. از این روی شهروندان را ضرور است که در همه حالت از حقوقهای خود حمایت نموده پیش از همه از چنین صاحبکاران نرخنامه را طلب نمایند. این هم در حالی است که مسئولان اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگویند آنها آمادند در همه حالت بعد مراجعت شهروندان از روی دلخواه مشکلی پیش آمده مسئله آنها را بررسی و حل و فصل نمایند، چون بعد مراجعت شهروندان تفتیش و بررسی چنین صاحبکاران میتواند زودتر انجام بگیرد. امروز اگنتی تاجیک استاندارد دعوت به عمل می‌آورد که شهروندان باید به مقامات‌های داخلدار مراجعت نماید، زیرا که اگنتی تاجیک استاندارد هر روز نمیتواند رفته سنجش گذراند یا اینکه نظارت کند. هر یکی آنها در دایره قانون هست. قانون درباره سنجش فعالیت سوبیکت حجتگیدار است که یعنی سنجش ها رو محدود کرده است. برای همین میتوانند شهروندان فقط مراجعت کنند و تاجیک استاندارد چاره‌های خود را اندیشد. مزاجان یا مشتریان باید پیش از مراجعت نمودن یا خریدن اشیا حتما حجت‌های ضروری را برای مال و خدمت رسانی که برای آنها ضرور است طلب نمایند و این هم حق قانونی آنها می باشد و کوشش کنند به نقطه‌هایی که در آنها برای خدمت رسانی نرخنامه‌ها نصب نشدند مراجعت نکنند، چون حتما در چنین حالت‌ها کار به منفعت آنها نخواهد بود. رانندگان باید فراموش نکنند که راندن ماشین این وسیله دلخوشی نبوده، هر گونه‌ای که دلشان می‌خواهد ماشین نرانند
و در همه حالت رانندگان را ضرور است که پیش از پشت چنبر ماشین نشستند از یاد نبرارند که این نشست آخران آنها نگردد.